تهجد، نمازی که در سکوت نیمه شب خوانده می شود، وقتی همه خوابند و دلها آرام گرفته. در آن لحظه ها بنده با خدای خود تنها می شود. اشکها واقعی می شود. دعاها از عمق جان بلند می شود و پرده ها کنار می رود. کسانی هستند که با خواندن نماز شب تهجد شغل پیدا کردند و برخی با خواندن آن ازدواج کردند و برخی دیگر با خواندن آن صاحب فرزند شدند و برخی بیماریشان با خواندن تهجد شفا یافته است و دیگرانی که آرزوهایشان برآورده شده است نماز شب تهجد میلیون‌ها معجزه می‌کند. یا الله، توفیق خواندش را نصیبمان کن. اگر از این ویدیو خوشت آمد آن را ارسال کن.